درهای بهشت گشوده می شوند و درهای جهنم بسته می شوند. شیاطین به بند و زنجیر کشیده می شوند. دقیقاً کلماتی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بیان میکنند. به اندازه ماه مبارک رمضان در هیچ ماه بندگان الله از آتش جهنم بیرون نشده و وارد بهشت نمیشن. یک فرصت و یک چانس طلایی است. اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنند. رسول گرامی اسلام یک شخص با سخاوت و جواد بود، اما این صفت سخاوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در ماه مبارک رمضان بیشتر میشد. هیچ کسی را از پشت در خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دست خالی بیرون نمیکرد. اما طور که قرآن میگه یکی از صفات ماه مبارک رمضان و یکی از دلایل فرض شدن این ماهی است که ما تقوادار شویم و تقوا زمانی در وجود ما نهادی نمیشه چیزی را که ما داریم با امنه و خود شریک کنیم و تقسیم کنیم. دوستان عزیز، از شما تقاضا میکنیم که متاسفانه شما میفهمید که افغانستان یگانه کشور است که از لحاظ اقتصادی در جمع امو کشورهای قرار داره که اکثریت زیر خط فقر هستند. از شما تقاضا میکنیم که بنیاد خیریه قمر را به عنوان یک پل انتخاب کنین که شما را با این فقرا وصل میسازه. فراموش نکنین که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنن که شما خودتان از آتش جهنم نجات بدین، ولو این که با واسطه یک دانه خرما باشه. کسی بلند شد گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر یک تا خرما نداشته باشیم و با واسطه یک لیوان آب یا یک گلاس آب این عمل انجام بدیم چی؟ رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود که عین اجر و عین ثواب داره. اینجا اخلاص نشان میده. از شما میخوایم که یک خانواده در واقع در یک ماه ممکن 5000 افغانی مصرف داشته باشه. شما میتونید که نمی ایثار و فداکاری را نشان بدین و این خانواده را دستگیری کنین، مخصوصا در یک برهه زمانی اساس که ما قرار داریم که اکثریت بیکار هستند. شماره های تماس روی صفحات زیرنویس شده و همچنان لینک های اکانت نمبر های داخلی و خارجی ما در دسترس شما است. فراموش نکنید که کسی که به کار خیر دلالت میکنه مثل اون کسی است که فاعلش است. شما میتونین این ویدیو را با دوستانتان شریک کنین. اگر بی بضاعت هستین این ویدیو را با عزیزایی که میفهمین ثروتمند هستن و انسانهای سخی و با سخاوت هستن کاپی کنین، شیر کنین و به دسترس اونا قرار بدین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.